هموطنان عزیز ما که میرید ایران، میرید در کشور ایران مهاجر میشید، لطفاً وقتی میرید دمو ایران گوکاری نکنید که نگید مردم ایران دارن نجات پرستی میکنن. تا موقعی که خودتون خوب باشید ایرانی‌ها کار به شما ندارن. ایرانی‌ها آدمای بدی نیستن، ولی یک عده‌تون که میرید اونجا کارهای بد میکنید، هر کسی دیگه باشه در کشورش که ورود میکنید، وقتی یک 4 سوار میخونج بگذارانی آرام بشی اونجا دیگه. یک عده افغانی که 2 میلیون 3 میلیون از قدیم 40 50 سال پیش تا اونجا هستن، اون مدارک شناسایی دارن، اونا با فرهنگ و مردم ایران رشد کردن، اونا خودشون میدونن چجوری تو اجتماع جا افتادن، کاروبار خودشون میفهمن. شمایی که مهاجری میرید اونجا، مقصدتون هم میدونم ایران نیست کشورهای دیگه، ولی اونجا میمونید 4 سواد ایران درست زندگی کنید دیگه، نه دزدی کنید، نه قتل و غارت کنید، نه نمیدونم تجاوز تو چیزا کنید. و خدا مردم ایران بد مردم نیستن، تا موقعی که بهشون بدی نکنید بدی در شما نمیکنه دیگه. قدم نگید که دیگه اونجا نجات پرستی زیاد بود تو کفا. میگه که تشویق برای یک نفر، تنبیه برای همه. تویی که یک روز 2 روز 1 ماه رفتی در ایران با اندیوالا